سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. اومدیم بریم با آهنگ جدید پوتک، در واقع آهنگ جدید جیدال فیت پوتک و دینا که از چنل پوتک منتشر شده کمتر از 3 ساعت پیش، و اینکه بریم که به سرعت این آهنگ داغو با هم دیگه ریاکشن کنیم. برو بریم. خب بچه ها، مثل اینکه بیت پرودیوسرش هم الکونویزه. الکونویز ترک میده. اون ترک فکر کنم پلی بوی بود و اون ترک پارتیکونه پروژه امیری هم الکونویز زده بود. معمولا پارتیکونه. بریم حالا این چجوریه. حاجی چه پیانویی داره میزنه. دین 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 درین درین درین. این درینایی که ضد ضرب میاد اصلا انگار حاجی دارم دیوونه میکنه. یه بار دیگه بریم اولش. اینم که کلا امضای الکونویزه. الکونویز خیلی باحاله. ببین دیگه دیره به نظر میاد ترک باید احساسی باشه. خب حالا ببینیم چیکار کردن. چه شروعی. این نیمچه دیریلی هست. میخواد دستاتو بگیره، چشم بهش خیره، زیره یه ویفر تیره، حواسم جمعه بهش نمیخوام ببینه. بچه کال خانومو بگیر. به به. ویفر تیره، حواسم جمعه بهش نمیخوام ببینه. دیگه دیره، دل من گیره، باختمش به اون چشا تا ابد اسیره، ابروهاش کمونه و موجش مثل تیره، باشه و نمیمیره قلب توی سینه. تو بزن چرخ جلوی من، توی ذهنم میبنده نقش، همیشه تن رنگ اون تن، نبینم مشک روی گونهش، هر روی فرش تا روی عرش میونه کنارم با من تش، میکشه سایه زیر چشماش، منم اترپ. چه حرکت خلاقانه ای کرد. ببین اصولا بیتی که موفقه بیتیه که یه سری الماناشو بشه پیش بینی کرد، یه سری از الماناش هم سورپرایزی باشه. الان اینجاش سورپرایزی بود، واقعا خیلی حرکت خلاقانه ای بود، زیاد مرسوم نیست. نقش همیشه تن رنگ اون تن، نبینم مشک روی گونهش، هر روی فرش تا روی عرش میونه کنارم با من تش، میکشه سایه زیر چشماش، منم اترپ میکشم کش، قرص عشق انگار روی اکسم میگن اون منم میگه میکشه سایه زیر چشماش، منم از ترپ میکشم کش. بله زیر چشماش، منم اترپ میکشم کش، قرص عشق انگار روی اکسم میگن اون فرشتنی، تو دلش نرو و شیطون. چی میکشم کش، قرص عشق انگار روی اکسم. قرص عشق انگار روی اکسمو. قرص اکسو میگه. قرص عشق انگار روی اکسمو. ایهام نداشت یعنی. اون فرشتنی تو دلش نروی و شیطون میشه، میره توی جلدمو، راف سکس دوست داره روی وزدمو، مثل قطره بارون بیرنگ، مثل برگا تو پای سنده، مثل وقتی که عاشق میشن قلب من آروم برده، میخوام ناز کنه نقد بخرمش، بهش قول دادم یه رو این شب ببرمش، بهم قول داده هیچ وقت قلب من نره، مثل کلمه که تو جمله حبس ابده، برا من شیشه برا همه دلش سنگو. خب ببین من تا اینجا آهنگ 1 دقیقه و 22 ثانیه‌اش گذشته. اسم آهنگ دیگه دیره است. بهش میخوره دیسلاو باشه، ولی تا اینجا همه رو لاو خونده. میگه بهم قول داده، بهش قول دادم، یه اتفاق افتاده اونجوری، میکشه سایه میکشم کش. هر سری تو تمیشه دلش تنگو، میگم بهش شک نکن بهش هم، چون این دنیا جهنمه بهشتم تو. دیگه دیره، دل من گیره، از همه سیره، میخواد دستاتو بگیره، چشمش خیره، زیره یه ویفر تیره، حواسم جمعه بهش نمیخوام ببینم. هنوز لایک نکردی؟ لایک و سابو همین الان بزن. بریم واسه ادامه ویدیو. برو بریم. باریکلا حاجی چه کورسی خوند خانم دینا. اینجاش دل من گیره، دیگه دیره، دل من گیره، از همه سیره، میخواد دستاتو بگیره، چشمش خیره، زیره یه ویفر تیره،
بچه من نمیفهمم زیر یه ویفر تیره چشم بهش خیره؟ زیر یه ویفر تیره دستم جمعه بهش نمیخوام ببینم دیگه دیره دل من گیره از همه سیره میخواد دستا تو بگیره چشم بهش خیره زیره یه ویفر تیره حواسم جمعه بهش نمیخوام ببینم بیا این قلبو بگیر تو آغوشت بسوزون. ببین پوتک میاد رو بیت که غمگین بخونه کارشو بلده. ببینیم چیکار میکنه. بیا این قلبو بگیر تو آغوشت بسوزون. گفتی به لرزش صدا رو ببین. بیا این قلبو بگیر تو آغوشت بسوزون. میبینی یه لرزشی داره تو آغوشت بسوزون. ببین بیا این قلبو بگیر تو آغوشت بسوزون. بغضو قشنگ بهت القا میکنه. میبینی گفتی به میخوای بری پرکشید هر آرزوم دلم تنگ میشه بیبی شبا یادتم خیلی بیا نداره. آقا من نمیتونم پاز نزنم. این وای هم بیت عالی لیریکس عالی خواننده ها رو من دوست دارم پوتک حاجی. دلم تنگ میشه بیبی شبا یادتم خیلی بیا نداره ایبی میشم مجنون میشی لیلی میخواستی عشق تو بهم بسپریش فاصله درد میاره که حس کنیش غلامون ارزش داره دنبال یه علامت تو هر استوریش دل سنگ قلب فلزی هنو منتظرم بهم برسی بک تو بک کوک روش هنسی پر شک فاک به این جلسی دلگیرم اون ولی رایما رو دیدی؟ جفت رایما خارجی بود. بگیرم هنو منم غیب میشم نمود قلب من شکست حیف پیشم نبود. میبینی تلاطم آهنگو که داشت میخوند داشت میگفتش که قولامو مهم و هنوز منتظرم و اینا رو داشت با آشوب میخوند بیت بالا بود بعد جو اومد پایین صدا پوتک نظر نکن فاک به این جلسی دلگیرم اون ولی لیریکس آروم شد. منم غیب میشم نمود قلب من شکست حیف پیشم نبود. دست خوش علی کنه سردر دیگه ساعت ها بی حرکت بد کرد اگه دوستم داری برگرد. آرت دایرکتور آرشام اگه درست خونده باشم. بچه‌ها ترک غمگینی بود ولی اون ترک ها نبود که وقتی مثلا حالت بد میشه بشینی گوش بدی دیجر واجرت کنه. میدونی چی میگم؟ ولی ترک خوبی بود. ترک خوبی بود. چه کورسی، عجب کورسی، عجب ملودی کورسی. آقا اسم کورس و ملودی کورس و اینا اومد. من جا داره یه یادی بکنیم از تتلو. یکی که نه بهترین از نظر من بهترین کورس نویس بهترین ملودی کورس نویس تاریخ ایران هست. هنوزم هست. یعنی هیچ کی رو دستش من ندیدم اونجوری ملودی کورس بنویسه ولی این واقعا قشنگ بود. بعد اینکه اونجایی که من خیلی تتلو رو دوست دارم هر چی میشه یه رفرنسی میزنم بهش دیگه خلاصه اینجوری است. ولی واقعا ترک قشنگی بود. جیدال هم خوب بود ورسش. جیدال داشت قولا رو میگفت و اینا. پوتک هم ورسش مرتبط بود با جیدال. میگفتش یه قولامون مهمه و هنوز استوریاتو چک میکنم و اینا. یعنی لیریکساشون رو با هم دیگه هماهنگ کرده بودن. اینجوری نبود یکی واسه خودش لیریکس بگه و یکی واسه خودش بگه بی ربط میان بخونن. نه مرتبط بود با هم. داستان به هم چسبیده ای داشت. و اینکه بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه. تا ریاکشن‌های بعدی فعلا خداحافظ.